سلام دوستان، خوش اومدین به دومین قسمت از فصل اول. تا حالا به این فکر کردین که حقیقت واقعاً چیه؟ چیزی که ما به عنوان حقیقت میشناسیم آیا وجودی مستقل داره یا فقط توافق جمعیه؟ مثل یه قرارداد نانوشته بین ما انسان‌ها. اینجا قراره با هم این سوال رو بررسی کنیم. یه سوال ساده ولی خطرناک. یه سوال که شاید همه چیز رو توی ذهنتون به لرزه در بیاره. حقیقت مطلق. چقدر این عبارت رو توی کتاب‌ها، مذهب‌ها یا حتی علم شنیدیم؟ به نظر میرسه همه دنبال چیزی هستن که اسمش رو حقیقت گذاشتن. اما بذارین یه مثال ساده بزنم. حقیقت مطلق شاید چیزی جز یه برچسب نباشه. چیزی که ما انسان‌ها برای راحتی خودمون درست کردیم تا بتونیم دنیا رو بهتر درک کنیم. بیاید یه لحظه از دنیای فیزیکی بگذریم و بریم سراغ مفاهیمی مثل عدالت، زیبایی یا اخلاق. آیا عدالت واقعاً یه حقیقت مطلقه یا فقط یه توافق جمعی؟ به جمله معروف نیچه فکر کنید. حقیقت توهمیه که انقدر تکرار شده که باورش کردی. یه نگاه ساده به تاریخ این موضوع رو برامون روشن میکنه. اون چیزی که در یه دوره‌ای حقیقت بود، در دوره دیگه به کلی زیر سوال رفت. مثال بارزش اینه که یه زمانی زمین مرکز جهان محسوب میشد. همه باور داشتن این یه حقیقت مطلقه. ولی بعدن چی شد؟ زبان یکی از قوی ترین ابزارهایی که ما برای خلق حقیقت ازش استفاده میکنیم. یه جمله ساده مثل انسان باید آزاد باشه رو در نظر بگیرید. به نظرتون آیا این یه حقیقت مطلقه یا فقط یه ایده فرهنگی که توی یه بازه زمانی خاص ساخته شده؟ واقعیت اینه که حقیقت ما انسان‌ها خیلی بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. به زبان، فرهنگ و جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم وابسته است. حتی علم که ما فکر میکنیم خالص ترین راه شناخت حقایق از این قاعده مستثنا نیست. توی دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی به راحتی میتونن هر چیزی رو به عنوان حقیقت به خورد ما بدن. یه شایعی ساده وقتی هزاران بار تکرار بشه کم کم شکل یک حقیقت رو به خودش میگیره. حالا سوال اینجاست، اگه حقیقت اینقدر سیال و شکننده است چطور میتونیم ازش مطمئن باشیم؟ آیا اصلا باید دنبالش بگردیم؟ علم همیشه به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای کشف حقیقت شناخته شده. اما آیا واقعا همینطوره؟ فرض کنید داریم درباره زمان صحبت میکنیم. چیزی که به نظر خیلی واضح میاد. ولی وقتی به فیزیک مدرن نگاه میکنیم میبینیم که زمان نه تنها مطلق نیست بلکه تحت تأثیر سرعت و جاذبه تغییر میکنه. آلبرت اینشتین یه جمله جالب داره. میگه حقیقت چیزی نیست که طبیعت فاش میکنه بلکه چیزیه که ذهن ما برای فهم اون میسازه. این جمله نشون میده که علم هم تا حدی یه تفسیر ذهنیه. مثلا مدل‌های علمی که امروز داریم شاید چند قرن دیگه مثل افسانه به نظر بیان. پس آیا حقیقتی که از طریق علم کشف میکنیم فقط یه نسخه توافقیه که برای الان جواب میده؟ حالا به یه بخش دیگه نگاه کنیم. حقیقت درونی هر فرد. مثلا شما ممکنه باور داشته باشید که آدم موفقی هستید ولی دیگران این نظر رو نداشته باشن. یا برعکس، آیا حقیقت شما ارزش بیشتری داره یا حقیقت دیگران؟ یه لحظه به این جمله فکر کنید. حقیقت بیشتر از این که به واقعیت مربوط باشه به کسی که اون رو میبینه وابسته است. شاید حقیقت
همون چیزی باشه که ما انتخاب میکنیم بهش باور داشته باشیم. فرض کنید هیچ چیزی حقیقت نداشته باشه، حتی همین حرفی که الان دارم میزنم. چه احساسی بهتون دست میده؟ خیلی‌ها میگن که بدون حقیقت زندگی معنایی نداره، ولی شاید آزادترین حالت زندگی زمانی باشه که بفهمیم هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره. مثل بازی کردن توی دنیای مجازی، جایی که قوانین رو ما میسازیم، حقیقت رو ما تعیین میکنیم و هیچ محدودیتی برای تغییر دادن اونها نداریم. حقیقت همواره با قدرت گره خورده. از امپراتوری‌های باستان گرفته تا حکومت‌های مدرن، حقیقت ابزاری بوده که به واسطش قدرت کنترل شده. به این جمله جورج اورول فکر کنید. کسی که گذشته رو کنترل میکنه، آینده رو کنترل میکنه و کسی که حال رو کنترل کنه، گذشته رو کنترل میکنه. حقیقت در دستان کسانی است که قدرت دارند. اونها تعیین میکنن که چه چیزی حقیقته و چه چیزی دروغ. حتی در عصر حاضر رسانه‌ها، شرکت‌های بزرگ فناوری و سیاستمداران حقیقت رو همان گونه که میخواهند به ما نشان میدهند. اما سوال اینجاست، آیا ما تسلیم این حقیقت‌های ساخته شده ایم یا میتونیم قدرت رو از اونها باز پس بگیریم؟ یکی از جالبترین چیزها اینه که ذهن ما استاد داستانسازیه. فرض کنید اتفاقی ساده رخ میده. ذهن شما اون رو پردازش میکنه، جزئیاتش رو پر میکنه و در نهایت چیزی رو به شما نشون میده که حقیقت میپندارید. یه مثال بزنم. وقتی در تاریکی یه سایه عجیب میبینید، ممکنه فکر کنید یه هیولا یا موجود ناشناخته است. اما واقعیت ساده تر از اونه. شاید فقط یه درخت باشه. این نشون میده که ذهن ما دائما در حال خلق و بازآفرینی حقیقته. حالا این سوال مطرح میشه، آیا حقیقت چیزی مستقل از ذهن ماست یا هرچه میبینیم و تجربه میکنیم فقط نسخه‌ای ذهنی از آن است؟ بیایید یه لحظه به درون خودمون سفر کنیم. هر کدوم از ما حقیقتی داریم که در عمق ذهنمون اون رو مقدس میدونیم. شاید این حقیقت باورهای مذهبی ما باشن یا حتی عشق به خانواده، دوستان یا زندگی. اما اگر این حقیقت‌ها فقط ساخته ذهن ما باشن، آیا ارزش خودشون رو از دست میدن؟ نه، شاید برعکس. شاید ارزشمندترین چیز در جهان همین توانایی ذهنی ما برای ساختن معنا باشه، حتی اگه این معنا چیزی نباشه جز توافقی بین ما و دیگران. دوستان، حقیقت شاید مقصدی نیست که با آن برسیم، بلکه مسیریه که باید در اون قدم برداریم. شاید هیچ وقت به حقیقت مطلق دست پیدا نکنیم، اما چیزی که اهمیت داره جستجوی ماست. این جستجویی که ما رو انسان میکنه. و حالا شما رو با این سوال تنها میذارم. اگر جستجوی حقیقت مهمتر از خود حقیقت باشه، پس واقعا دنبال چه چیزی هستیم؟ دیوره بیلیشت دیوره بیلیشت دیوره بیلیشت دیوره بیلیشت دیوره بیلیشت